برای فاحشه های ایما یک پند و نصیحت کنه تا اصلاح شوند. خب نه تنها برای فاحشه های ایما، نه تنها برای او مردان و زنان زیناکاری فاحشه که در ایما در پوبلیکا میبرویند سخنان فحش میگن و دیگران را به بی‌حیایی میکشانند، زیناکاری هاشون نقل میکنن. نه تنها برای اینها بلکه برای هر یک فردی مسلمان، برای هر یک خواهر و برادری مسلمان که مرا میشنوند یک پیام دارم، یک پیامی از جانب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. خوب گوش اندازه برادرها و خواهرای عزیز، کسایی که به روز حساب و جزا ایمان داره. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در روایت ابن ماجه میبیاید حدیث، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در هیچ قوم و ملت زنا و فحشا بی حیایی پهن نمی شود مگر اینکه الله رب العالمین بالای سر این قوم و ملت یک وبای را مسلط میکنه، یک وبای را نازل میکنه، یک درد بی دوایی را نازل میکنه که در اجداد آنها چنین بیماری گذرنده دیده نمیشید. یک سال هم نگذشته کسلی کرونا ویروسی که برمد جان هزارها آدم گرفت، تمام دنیا را فرا گرفت. حالا هم برای شما عبرت نشید؟ حالا هم از این نمیترسه که مبادا خداوند کدام روز یک درد بی‌دوا را بر سر شما بیاره که جان شما را بگیره و شما غضب پروردگار دامنگیر شما بشوه؟ آیا از این شما نمیترسه؟ نخواه که تا به همین درجه شما اینقدر بی حیا و بی شرم شیده که زنهای تاجیک مسلمان زیناکاری هاشا در پوبلیکا در بین 100-200 نفر مرد نقل میکنه. مردن همین خیل زن بهتر است والله. توف بر همین خیل مردانگیه که میشیند همین خیل سخنها را گوش میکنه و همین خیل سخنها را نوار برداری میکنه به دیگران میرسونه. مردن همون خیل مردهایی که در همونجا 100 نفر 200 نفر مردی فاحشه و زیناکاری که در همونجا جمع میشوند مردنشون بهتر است. غیرت و ناموس شما کجا شد؟ آیا شما مسلمانیتون را فراموش کرده؟ از الله نمیترسید شما؟ من شما را از عذاب دردناکی از جانب الله میترسانم که دیر یا زود شما را دامنگیر میشود. از الله بترسید.